سلام. توی این ویدیو میخوام در مورد برنامه هندبریک صحبت بکنم. این برنامه برای تبدیل فایل های ویدیویی استفاده میشه. یه برنامه رایگان و اوپن سورس و کم کردن حجم ویدیوها استفاده میشه ازش. شما با گوشیتون فیلم برداری کرده باشین یا با برنامه‌ای مثل کینمستر یا اینشات کار کرده باشین، میدونین که حجم فایل‌های تولیدیشون بالاست، ولی احتمالاً اگه فیلمی از اینترنت یا از یوتیوب دانلود کرده باشین میبینین که حجمشون نسبت به قول معروف زمان ویدیو و ابعاد ویدیو به لحاظ اینکه فول اچ دی یا 1080p پایین‌تر. دلیل اصلیش بیشتر به خاطر اینه که توی گوشی‌ها این ایجاد کردن فایل‌های ویدیویی توسط چیپ گرافیکی گوشی انجام میشه و چیپ‌های گرافیکی گوشی خیلی الگوریتم‌های پیچیده برای تولید ویدیو استفاده نمی‌کنن که این منجر به این میشه که فایل‌هایی با حجم بالاتر تولید بشه و نرم افزار کینمستر و اینشات هم از همین استفاده میکنن که بتونن سریع فایل‌های ویدیویی خروجیشون رو تولید بکنن. خب مثلا برای مثال این فایلی که الان اینجا میبینیم با کینمستر تولید شده و همونطور که این یه ویدیو حدوداً 3 دقیقه‌ایه. من اگه اطلاعات فایل رو هم بیارم براتون میبینید که پرفورمرش کینمستره و در نهایت بیت ریتش 9600 برای بحث ویدیوش. خب ما میخوایم اینا رو کم بکنیم، 10 تا حتی 20 برابر میتونیم سایز این فایل ها رو ما کاهش بدیم. خب بریم حالا سراغ خود نرم افزار هندبریک. هندبریک هم دانلودش اینا خیلی راحته، از اینترنت میتونیم بگیریم، فقط بریک به صورت ترمز نوشته میشه نه شکسته. حجمش هم کلا 13 مگابایت بیشتر نیست. من برنامه رو باز میکنم. بعد که برنامه باز میشه میگه یه فایل ورودی رو درگ اند دراپ بکنید روی فرم. خب ما همین فایلمون رو بریم داخل برنامه. خب برنامه اینو باز میکنه با یه چنین فرمی. بعد نکته‌ای که از بحث پرست، شما اولین باری که برنامه رو باز میکنید بعد این پرست رو تعیین میکنید. من مرحله سعی میکنم بگم، خیلی وارد جزئیات و یا منوهای این برنامه نمیشم چون امکاناتش زیاده، ولی در همین حدی که ما تو این ویدیو میخوایم من بهش میپردازم. خب همونجور که دیدین کلیک میکنیم روی این پرست، بعد جنرال، بعد فست 1080p رو انتخاب میکنیم با 30 فریم بر ثانیه. بعد اینکه این انتخاب کردیم، این خودش به تنهایی خیلی خوب ویدیو تولید نمیکنه، حالا به چند دلیل که باز حالا دونه دونه بهتون میگم. اینکه مثلا اینجا وب اپتیمایز رو نزده، ما تیکشو میزنیم که وقتی که از حالت وبی میخواد دانلود بشه بتونه در حین دانلود پخش رو هم انجام بده. خب اینجا دیگه نکته‌ای نداریم، میریم توی دیمنشن. اینجا هم نکته خاصی نیست، فقط میگه خروجی‌ها چجوری باشن بدون تغییر میذاریم. توی بخش فیلتر ما اینترلیس و دی اینترلیس رو آف میکنیم که پردازش دیگه خیلی نبره، سریعتر بتونیم ویدیو رو تبدیل بکنیم. توی تب ویدیو اینجا خب کار اصلیمون تو این تبه و تا رو برمیگردیم به این تب. بخش آدیو داریم که تو آدیو من فقط یه تغییر کوچیک اعمال میکنم، این بیت ریت رو از 160 میذارم روی 96. شما بهتره برای بحثایی که فقط صدا میخواین داشته باشه همین کارو بکنین. حالا یه جایی یه وقت آهنگ خیلی با کیفیتی خواستین بذارین رو ویدیوتون، وقت میتونین از 160 استفاده بکنین. خب اینجا ساب تایتل کاری نداریم، اینجا هم چپتر با اینم کاری نداریم. خب این سراغ ویدیو، همین نکته اصلی که میخوایم باهاش کار بکنیم. مثلا دیدیم که من پرست رو انتخاب کردم، یه سری تغییرات از ابتدا تا الان دادم که اینجا ببینیم مودیفاید زد. در نهایت ما این پرستمون رو سیو خواهیم کرد و ست از دیفالت میکنیم که بمونه. خب بعد اینجا میگه ویدیو کودک رو انتخاب کنیم. اون ویدیو کودک X264 با لایبرری X264 تولید میشه رو انتخاب میکنیم. اینجا کوالیتیمون رو انتخاب میکنیم، همونجور که میبینید با دیفالت خودش 22 انتخاب کرده. 22 خب کیفیت خیلی خوبیه. واقعا بررسی کوچیکی که من انجام دادم بین 20 تا 30 کیفیت
مطلوبیه برای کانورت. 20 بذارین خب کیفیت ویدیوتون خیلی عالی میشه، ولی خب حجم فایلاتون یکی مقدار میره بالا. اگه 30 بذارین یه مقدار کیفیتتون میاد پایین‌تر. اگه دقت بکنین افت کیفیت براتون ملموسه، یعنی میتونین تشخیص بدین که کیفیت افت کرده. ولی اگه رو 40 بذارین باز دوباره خب حجم فایلتون خیلی میاد پایین‌تر، ولی دیگه افت کیفیت به وضوح مشخصه و مثلا رو چهره افراد و اینا یا تو نوشته ها قشنگ معلومه که کیفیت افت کرده. بخاطر همون به نظرم بازی بین 20 تا 30 خوب باشه. میرسیم به انکودرمون. انکودرمون رو هم اینجا این گزینه رو تغییر نمیدیم، این گزینه رو هم تغییر نمیدیم. میایم توی انکودر پروفایل اینها رو میکنیم اوتو. اگه اوتو نکنیم خیلی پرفورمنس خوبی نمیده، یعنی حجم فایلمون یه مقدار بالاتر میشه. خب فایلمون رو هم تو این مسیر ذخیره میکنه. حالا میتونیم ما M4V زده MP4 ما بزنیم ذخیره بکنه، فرقی نمیکنه خیلی. خب من استارت کام انکود رو میزنم. میبینید که شروع کرد به انکود کردن و اینجا هم میگه که با چه سرعتی داره انکودینگ رو انجام میده، 43 فریم بر ثانیه داره انجام میده. اینجا هم زمان باقی مونده رو میگه که مثلا 1 دقیقه و 56 ثانیه. من پاوز میکنم ضبط و بعد از تموم شدن باز دوباره روشن. خب کانورتمون تموم شد و همونطور که میبینید فایلمون که ابتدا 207 مگ بود الان شده 21.5 مگ مثلا حدودا. حالا 10 برابر نه ولی نزدیک 10 برابر فایلمون کوچیک شده. حالا من براتون اینو پخش میکنم که ببینید هیچ تفاوت محسوسی روی کیفیت ما به هیچ وجه نمیتونیم ببینیم. اینجا رو هم نگاه میکنیم ببینیم چقدر شده. بیت ریتمون 921 کیلوبیت پر ثانیه. خب این رو میبندیم، میایم اینجا این سری با کوالیتی C با این رو کانورت میکنیم تا نتیجه این رو هم ببینیم. من اسم فایلم عوض کردم که رو اون فایل قبلیه نرسه. خب استارت انکود میزنیم. خب کانورتمون دیگه رو به اتمامه. بله تموم شد. حالا ببینیم چه فایلی برامون ایجاد کرده. همونطور که میبینیم این 10.7 مگابایت بوده. حالا باز ویدیو رو هم نگاه میکنیم که شما ببینین آیا کیفیت چقدر فرق کرده. این سری بیت ریت ویدیومون شده 407 و بیت ریت آدیومون که خب همون 96 که ست کرده بودیم تو یک سال. همونطور که میبینیم خیلی کیفیت ویدیو تغییری محسوسی نکرد که بخواد نوشته ها خونده نشه جایی یا نکته‌ای داشته باشه اینجوری نیستش. خب من دیگه رو این بحثه فقط باید این سیو کردنش هم بهتون بیان کنم. و الان نگاه کنید ما این رو پرست رو انتخاب کردیم و یه تغییرات توش دادیم. حالا هم سیوش میکنیم هم سه تضیفاتش میکنیم. و قبل از اینکه سیوش بکنیم من تو بخش آدیو سلکشن بیهیویر رو هم اعمال بکنم. سلکشن بیهیویر رو هم اعمال بکنیم این تغییرات میره میشینه روی همین پرست. در غیر این صورت این تغییرات نمیشینه روی پرست، بیشتر به خاطر اینکه چند تا ترک ممکنه باشه از این جهت یه مقدار این رو متفاوت دیدن. خب این کار رو هم انجام دادیم. رو میزنیم سیو نیو پرست، اینجا میزنیم بست پرست، یه اسم براش میذاریم و توضیحات رو اینا نمیذاریم، میذاریم توی همون کاستوم بذاره. دیمنشن رو میزنیم از سورس، آدیو رو سلکشن کردیم، بعد ساب تایتل هم که همچنان همون. خب الان پس سیو شده. ما میتونیم توی کاستوم پرست بست پرست رو پیدا بکنیم. بعد از اینکه بست پرست رو آوردیم میایم اینجا میزنیم set current as default. این باعث میشه که دیگه پرست پیشفرضمون همین بست پرست باشه. بعد اگه احیانا ما آپدیتی هم کردیم، مثلا این رو آوردیم گذاشتیم روی 25، بعد خواستیم روی این بمونه دیگه از این به بعد، میایم باز دوباره توی پرست میزنیم آپدیت سلکتد پرست. وقت چی میشه دیگه این 25 روی این پرست ذخیره میشه.